مرکز رابطه با جامعه خدمات فدرالی امنیت یا فسب روسیه روز 4 اپریل سال 2024 خبر داد که کارمندان فسب در شهرهای مسکو، اکاترینبورگ و اومسک با 3 نفر دیگر هر 3 زادگان آسیای مرکزی را با گمان کمک و همدستی در حمله تروریستی به تالار کنسرت‌های کراکو سیتی خود دستگیر کردند. در شهرهای مسکو، اکاترینبورگ یک شهروند روسیه و شهروند خارجی هر 3شان زادگان منطقه آسیای مرکزی با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در کراکو سیتی خود دستگیر شدند. گفته می شود در اطلاع فسب این نهاد می افزاید که در جریان چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی معین کرده شد که 2 تن از بازداشت شدگان برای خریدن سلاح آتشفشان و واسطه‌های نقلیاتی که در حمله تروریستی استفاده شد پول گذرانیدند. نفر سوم باشد به واسطه در جلب شریکان این حمله تروریستی و مبلغ گذاری عاملان حمله اشتراک کرده است. تفصیلات دیگر عملیات و بازداشت آنها دسترس نیست. نام‌های دستگیر شدگان و از کدام کشور بودن آنها نشر نشده است، ولی در ثبت‌های ویدیویی لحظه بازداشت آنها شنیده می شود که دست کم 2 نفرش به روسی ولی با گوش خاص تاجیک‌ها صحبت می کنند. هنگام بازداشت 2 نفر از دستگیر شدگان را بازپرسی کوتاه نیز کردند. به سوال برای چه دستگیر شده هر دو پاسخ همسان دادند که برای حمله تروریستی کراکوس. در کدام شرایط به دست آوردن این حرف اعتراف آنها معلوم نیست. دست کم یکی از بازداشت شده ها را با چرخبال می آورند. شام 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو حمله آورده ازدحام را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بنا 144 نفر کشته شده. مسئولیت حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. در رابطه به حمله کراسنogorsk اینک دست کم 18 نفر از جمله دست کم 11 زاده تاجیکستان دستگیر شدند.